زریبانوف ناهایونج تکرارا با میدان دعوت کرده می شود. زریبانوف ناهایونج حریفی و پهلوان چهارشنبه ناهایشورا. زریبانوف ناهایونج حالا در ملت 52 ثانیه غالبیت و پهلوان شیخوف ناهایونج داده شد. با میدان دعوت کرده میشن ونج خوسبیکوف روشو. خویکتکی سفید پهلوان زریبانوف ناهایونج حریفی و پهلوان چهارشنبه با یکتکی سبز. برای نورد این پهلوان پیروزی خواهانم. پهلوان خوسبگاه گفته است دو پهلوان باید به حمله گذارند. هر دو پهلوانان چهره های سرشناس. تایروبین اشوکوف قیوموف گلیمیاکو. در مرکز در مابین گلیم پهلوان را سبقت نشان دید. بیرون از مربع یعنی پرتاب تمایز نمی کنیم. در مرکز در مابین گلیم با سبقت رو نشان دید. الزاقة بكاسة تایروبین اشوکوف ناهایونج قیوموف شهرخورو گلیمیاکو. دوستان گرامی چطوری که ما قید کردیم در گلیم رقمی 1 محاربه برای جایزه رفته ایستاده است. انا در همین جمع 80 کیلوگرم کدام نفری که اگر خوب برآمد کند پس او صاحب انا همون جایزه خیلی هم خوب که با ترزوش چسبتان با ترزوش تمنید کرده گیه تویست راحت کدد همه نمی بینند که کی جرأت کردن در کار پهلوانان این وقت رفته ایستاده است. یعنی اصولای سر کیت، اصولای سر سیوجی، اصولای سر شانه اکسال عملهای خوب را ما نشاندن در کار که هواداران از گوشتین شما باید حلاوت برند. کشتی نرفته ایستاده است. یعنی زمین سخت آسمان بلند آب کی ریخت خاک او را می جاید.
استاد خیلی هم خوب کار کردن، لیکن همین یک چیز هم با ماوری در کار در حقیقت زمین در پایین نه که اگر هم سختتر اگر برسو کش کنن دیگه بعد پایین یردنش نه ایلا چه بیاوین چونکه بعد نه کلمه های معمولی که در تاجیکستان با انجام پذیرو در تاجیکستان قبول شده است جیله میدویم معلم یا بلاش که یردمت نمیکنه غالبیت به پهلوان چهارشنبه داده شد یک تکی سبز با میدان دعوت کرده می شوند محمود شیخو برآمد محمود شیخو با میدان درایدان منوچهر فروشوی منوچهر بیا جا منوچهر فروشوی بیا منصور ایجا بیا وقت گله میکن با برتری بدن غالبیت با پهلوان امر خودی ونج با میدان دعوت کرده میشن شوکوف ونج خیوموف شهر خورو باشد رسمی در گله دویم دعوت کرده میشوند محمودوف شیخو